اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه آستانه و البته بینندگان عزیز، باز در روز جمعه مبارک با هم در این برنامه عائله‌داری و یا برنامه‌ای که مهمترین مسئله های زندگی را صحبت میکنیم با هم هستیم. پیش از همه از یک و یک شما عزیزان معذرت میخواهم از آنکه هفته گذشته در روز جمعه و بعضی از مشکلی های تکنیکی رو برو شدیم و نتوانستیم برنامه را تا آخر به خوبی ببریم. از این لحاظ همان موضوعی که باید هفته گذشته صحبت میکردیم بگذاشتیم و امروز با هم درباره محرومیت زنها از مال، بین انصاف شریعت و بی‌عدالتی جامعه و یا ظلم جامعه صحبت میکنیم. اینجا در ترمذی حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت علی این دعا را آموخته بودند: اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک. پروردگارا، تو خودت مرا با مالهای حلالت کفایت کن که من به خوردن مال حرام دست نزنم، و پروردگارا تو مرا از بجز خودت از دیگر تمام مخلوقاتت بی نیاز ساز تا که من به کسی سر ذلت خم نکنم. و این دعایی بود که پیامبر به همسر دخترشان حضرت علی و به پسر عمویشان آموخته بودند که واقعا دعا یعنی پروردگار رو دعا میکنیم تا که به کسی محتاج نشویم و آن کس هر کی هم باشد، حتی پدر و مادر باشد، فرزند باشد، همسر باشد، کی هم نباشد، یعنی واغنینی بفضلک عمن سواک معنیش این است که بجز خودت من به کسی اله محتاج نباشم. و وقتی که انسان به یک مخلوق، به یک انسان محتاج می شود، این اولی سرخم کردن در قانونهای آن انسان و این چنین به ذلت رفتن می شود. و کجا رسد؟ به یک مادر. اگر یک زن، یک خواهر، یک مادر محتاج کسی شود، آن هم در مسئله های مادی، و در اینجا میبینید که چقدر سوء استفاده می شود. و حتی زنهای هستند که فقط به خاطر یک لقمه نان، یک پاره لقمه نان و یا به خاطر اینکه دیگر جای برای رفتن ندارند، بدترین شرایط زندگی رو دارند در بعضی کارخانه ها، حتی در خانه های خود، در خانه شوهر یا در خانه خسر و خوشتامن خود تحمل میکنند. و این چنین امروزها شاید یکایک شما مشاهده کرده باشید که هر روز صف زنهای بیراهه و این چنین صف زنهایی که به واسطه شبکه های اجتماعی تیک تاک و یوتیوب و این چیزها برای خود بیننده پیدا میکنند تا که به یک پاره نان صاحب شوند خیلی زیاد هستند. و اینجا میبینیم که بدترین زندگی رو علل خصوص خواهرهای میبینن که از شوهر خود طلاق گرفتن و یا شوهر خود را از دست دادن. و به خودی بنده هم بارها خواهرهای زنگ میزنن، از یک شرایط های زندگی صحبت میکنن که واقعا دهشت است و گفته هم حتی نمیشود. و وقتی میگوید چرا صبر میکنی، باید زندگی رو تغییر دهی، باید با اون مرد زندگی نکنی و یا در محیطی که تو زندگی داری باید اون محیط رو ترک کنی، میگوید چیکار کنم که زن مطلقه هستم و یا چیکار کنم که از شوهر خود بیوه موندم، دیگر راه چاره ندارم. و از اینکه زن اگر محتاج شد، زن اگر کیسه‌اش خالی شد، زن اگر به برده نان، حتی به برده نان شوهر محتاج شد، الکی او سوء استفاده می شود و گاه می شود که حتی او را از حقوقهای انسانیتش، کجا رسد حقوق یک زن مسلمان، از حقوقهای انسان بودنش محروم می کنند. بیاید ببینیم که شریعت اسلام تا چه اندازه به یک زن آزادی حق مالکیت داده است که یک زن هم باید صاحب مال خود باشد، مستقیما در مال خود، در دارایی خود میتواند او
معاملات و یا داد و گرفت را انجام دهد. پیش از همه این را باید همگی بدانیم که در مسئله داد و گرفت مالی شریعت بین زن و مرد هرگز فرق نکرده است، چی در خرید و فروش، چی در کشادن یگان شرکت ها و یا اینکه هدیه دادن و هدیه گرفتن و یا اینکه شریک شدن در یگان مسئله هایی که یا گفتیم شریک شدن در یگان پیشروی های مالی هرگز بین زن و مرد فرق نکرده است. زن مثل مرد چگونه که مرد مال خود را می تواند برزیادی کند و یا می تواند استثمار کند و یا مال خود را می تواند به یگان جا گذارد و بعدن از فایدهش گیرد، البته اگر مصاربه یا حلال باشد اجازه میگرد. در یگان جا نآمده است که از اینکه تو زن هستی تو حق خرید و فروش نداری، از اینکه تو زن هستی تو حق نداری با پول خود تجارت شخصی خود یا شرکت شخصی خود را داشته باشی. این گونه چیز در شریعت وجود ندارد. و اگر نگاه کنیم پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که آمدن زنها در زمان جاهلیت مثل یک مال بودن. اینچنین نه تنها در جزیره عرب، حتی در روم و در فارس، در هر کجایی که انسانیت بود. برای همین فقط در اسلام نه یا فقط در جزیره عرب نه، در تمام انحای دنیا هم یک مرد میتوانست زیاده از 10-20 تا زن بگیرد و زنها نه حقوق مالی داشتند نه حتی حقوق انسانی که در بعضی مسئله ها برای زنها هرگز اجازه نبود که با پول خود و حتی با اراده خود به تصرف داخل شده باشند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی آمدن و الکی الله بیان کرد که زن هم مثل شما مردها حقوق دارد و حقوق مالی زن کاملا آزاد است و حتی پدر و حتی شوهر حق ندارد که آن حقوق مالی را از زن بگیرد. و الله وقتی در سوره نساء میگوید وابتلوا النساء وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. شما یتیم هایی که در دستتان هستند در پرستش شما قرار دارند آنها را امتحان کنید. اگر آنها به بلاغت رسیدن و اینچنین آنها اگر رشید هستند، صاحب عقل سالم هستند و می توانند داد و گرفت مالی کنند، به آنها پولشان را بدهید. بگذار پولشان در دست شما بایستد، برای آنکه هر وقتی که یک یتیم از پدر و مادر خود محروم می شود او را ولیش یعنی تقایش، عمکش یا یگان نفر دیگر بزرگ میکرد، پول آن یتیم در دست آن انسان همچون امانت میموند. و وقتی که الله در اینجا میگوید وقتی که آن یتیمی که در دست تو هست تو سرپرستی او را داری بزرگ شد، فرق نمیکند زن است یا مرد است، دختر است یا پسر بچه است، مهم دو چیز در او دیده شود، یکی اینکه به بلاغت رسد، دیگری اینکه او رشید باشد، یعنی حق تصرف کردن داد و گرفتن با مال را داشته باشد و این چیز در او دیده شود، یعنی اسرافکار نباشد، پول را به دستش داده در یک روز نابودش نکند، در این وقت به دست او پولش را بده. و در یگان جا آمده است که به زن پول نده و دخترک در خانه اگر باشد به او کسی هدیه داده باشد آن را تو به دستت گیر، تو پدر هستی، پولهای دختره در دست تو باشد اگر کار کند، یا برعکس همسر تو زن تو حق ندارد که در دستش پول بیستد، هر پولی که در دست زن هست باید شوهرش به او صاحبی کند. در جای این گپ نآمده است. برعکس الله میگوید و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شیء منه نفسه فکلوه هنیئا مریئا. ای مردها شما همان مهری که برای در گردن شما فرض است که باید بدهید و زنهایتان بدهید، یعنی کشال نکرد و دور نانداخته آن را بدهید. اما یکی همسرتان مهر را گرفت بعدن گفت میخواهم از این شما هم استفاده کنید، فکلوه هنیئا مریئا، گوارایتان بود از آن بخورید. عکس این اگر مهرش را به دستش دادید و از آن به شما چیزی نداد، شما حق ندارید که از او ستانید که پولهایی که به دست تو دادم آن پولها کلان است، باید در دست من بماند. و درباره اینکه زن می تواند مالکیت پول خودش را داشته باشد و زن می تواند با پول خودش چیکار خواهد کند، حتی می تواند صدقه کند، می تواند یگان تجارت آزاد کند، البته تجارتی که از چارچوبه شریعت بیرون نیست. و این چنین زن حتی می تواند پولهای خود را سالهای دراز پس انداز کند و از آن صرف نکند. در این مسئله کسی خلاف نیست، ولیکن در ما مشکلی در این است که بعضی ها گمان میکنند نباید به دست زن پول داده شود، گویا که این رو شریعت من میکرده است. یعنی
این بخیلی خود را یا ببخشید این پستی خود را می آورم بالای شریعت. که بعضی زنها میگویند من در طول حیاتم، در طول عمرم برای خرید کردن حق ندارم، و یا اینکه یک خریدهای میده شده رو من میکنم، حتی پولهایی که به دست من پدرم میدهد یا برادرم میدهد اونها رو هم شوهرم از دست من میگیرد که زن چی هست و پولداری چی است. یعنی این گونه جهالت خیلی در تاجیکستان ما در مردم ما زیاد هستند که وقتی شنیدن که در دست همسرشان پول هست، حتی جای رسیده است که بعضیا میگویند خوشتومن هم پولی مرا گرفت. یعنی خوشتومن با پول عروس چه رابطه دارد؟ اون هم عروسی که یا معلمه هست یا یگان کار دیگر میکند، میگوید هر معاشی که من میگیرم از دست من تین به تین میگیرند و اون هرگز من حق ندارم. و گویا چه است؟ این مردی بوده است، این زوری بوده است که اگر مرد پولهای زنش رو از آن خودش میکرده است و زن کاملا بی پول میمونده است. در حالی که در شریعت اسلام زن میتواند مالکیت پول خودش رو داشته باشد و چه خیلی خواهد با آن پول تصرف کند یا چه خیلی خواهد آن پولش رو صرف کند. باره حدیث در ترمذی هست، همسر پیامبر میمونه دختر حارث، پیامبر در نزدشان بودن، میمونه میگویند پیامبر الله خبر دارد من کنیزی که داشتم، خدمتکاری که داشتم آزادش کردم و بدانید که در آن زمان چون انسان است، یعنی الحمدلله که این چیزها از بین رفت، کنیز برده باشد یا کنیزک باشد خیلی گرانبها بود، قیمتش خیلی بالا بود. و وقتی که او یعنی میمونه به پیامبر میگوید که من کنیزم رو آزاد کردم، پیامبر چیزی نمیگویند که از کی پرسیدی اینقدر چیز قیمت رو تو دادی یا از کی اجازت پرسیدی. پیامبر میگویند خوب کردی، ولی که اگر به تقاهای خودت و خویش و تبار خودت او رو میدادی، آنها باز استفاده میکردن، باز ثوابش به تو میرسید، ولی که آزاد کردی خوب کردی. باز در حدیث های دیگر خیلی زیاد است در این باره که پیامبر میگفتند ای زنها شما هم صدقه کنید، یعنی چگونه که مردها صدقه میکنن شما هم صدقه کنید، ولو من حلیکم، اگرچه از زر و زیورتون باشد، از گردنبند و دستبندتون باشد. اگر زن مالکیت خودش رو نمیداشت، پیامبر هرگز به زنها نمیگفتند که ای زنها شما صدقه کنید، وگرنه زنها میگفتن از چی صدقه کنیم، از کدام پول، مگر ما پول داریم؟ از اینکه پیامبر میدونستند و الله که شریعت اقرار کرده بود، پیامبر گفته بودند که زنها شما هم صدقه کنید، شما هم خودتان را با کمترین صدقه، حتی با یک دانه خرما باشد، هم از عذاب دوزخ دور کنید. و اینجا عجیبش این است که بعضیا میگویند زنک اگر به اجازه شوهر صدقه کرد گناهکار میشد است، هرگز جایز نیست. اوره اگر از پول شوهر صدقه کرد، اگر اون پولی که شوهر دارد، اون چیزهایی که شوهر خرید از اندازه اش گذران، گناهکار می شود. اما زنک اگر پولی خودش را داشته باشد، معاش خودش را داشته باشد، که الان خیلی زیادی خواهر کار میکنن معاش خود رو دارن، یا از پولی که به او از مهرش مونده صدقه کرد، هرگز گناهکار نمی شود. وای پول مال شخصی خودش است، او می تواند صدقه کند. و عجیبش این است که بعضی خواهرها میگویند حتی معاشی که یا کمک پولی که دولت به من میدهد، از آن من برای مادرم نمی توانم کمک کنم. شوهرم میگوید اگر کمک کردی گناهکار میشوی. خیلی خوب، در این باره ما تکیه به دین میکنیم، یعنی اونقدر آسان است که از نام دین صحبت کردن. تو گناهکار میشوی، به مادرت پول که دادی اون پول حلال نیست، تو باید از من اجازه پرسی. و میگوید هرگز اجازه نمیدید، در حالی که شوهر من میگوید برادر داری، پدر داری، چرا تو دختر به مادر خود کمک میکرده باشی؟ در حالی که دختر هم همان فرزند است، پسر هم همان فرزند است. هر دو را الله میگوید و بالوالدین احسانا، و پدر و مادر خود نیکی کنید. پسر هستی، دختر هستی، تو فرزند هستی، باید کمک تو همیشه به پدر و مادرت رسیده استد. و اینجا هر مردی که میگوید نه بدون اجازه من زن من از درآمد خودش هم حق ندارد به کسی پول بدهد یا به کسی صدقه کند یا قرض بدهد، به شریعت هیچ ربطی ندارد. این اخلاق شخصی جاهلانه همان نفر است که نباید بگوییم که در شریعت چنین بوده است، چون در شریعت این چیز وجود ندارد. همسران پیامبر از پولهای خود صدقه میکردند. همسران پیامبر هر روزه درآمد خود را که درآمد داشتن از آن که پیامبر نفقه هر روزشون را میدادند. باره هم پیامبر نگفته بودند که کدامت از من اجازه پرسیدی یا این را از من اجازه پرسیده بعداً انجام دهید. مسئله دیگر که اینجا گفتیم
زنک میتواند پس از پول خود چی کار خواهد کند؟ یگانه اگر دانستیم که زنک اسرافکار است، یعنی پولی که به دستش آمد در یک روز همش رو نابود میکند، یا میرود به همش لباس میخرد، یا میرود همش رو در یک روز نابود میکند و فرداش بی پول میموند، این رو سفیه میگویند. این گونه مردها هم هستند، بعضی مردهایی که در یک بارگی تمام پولی در جیبشان بوده را نابود میکنند. در این وقت میگوید سفیه هست و به این پول داده نمی شود، از اینکه با پول معامله کرده نمی تواند، نه اینکه زن است. این گونه سفیه ها هم زن ها می شوند هم مرد ها. پس اینجا عرف و عادت هایی که در تاجیکستان ما هست که آره هستند زن هایی که آنها با پول خود، حتی با پول شوهر خود هم خیلی خوب داد و گرفت کرده می توانند. حتی مردهایی هستند که با این چیز می فخرند که همسر من هرگز اسرافکار نیست، من پولهایم را به دست امانتی او می دهم. اما اینها خیلی نادر و کم هستند. اکثریت رو می بینید که همین که زن پولدار شد الکی شوهر جای شش نمی یابد، چی کار کند که همین پول رو از دست او بگیرد. یا اگر دخترک خانه پولدار شد، اول شده مادر و البته همراهی او پدر میگویند تو دختر خانه هستی، چرا تو پولدار میشده، پولت رو به ما ده، برایت چیزی میخریم، یا اینکه پول در دست ما ایستد. انا اینها این گونه معامله با دخترک ها سبب شده است که در حقیقت اکثریت زن های ما ببخشید که سفیه بزرگ شدن، یعنی پول که به دستشان آمد دیگر نمیتوانند خودشان را کنترل کنند، یک بار تمام پول ها رو میروند و نابود میکنند. سبب اساسیش این که از خوردی به دست آنها پول ندادن، از خوردی به آنها نآموزانیدن که تو حق مالکیت داری، تو باید پسنداز خودت رو داشته باشی و روزهای مبادا در این دنیا خیلی زیاد است. و بالاترین دلیل از شریعت که یک زن مثل مرد 100% میتواند پسنداز خودش رو داشته باشد، پول خودش رو داشته باشد، این فرض کردنی همان مهر است. مهری که در شریعت در اسلام فرض است که هر یک مرد به زنش در روز نکاح یا اگر دیر کند هم پس از نکاح بدهد، مگر اینکه زن راضی شود. و الله وقتی میگوید و آتوا النساء صدقاتهن نحله، اینجا الله میگوید مهرهای آنها را نه نگفته، دورکش نکرده بدهید. و وقتی که درباره مهر صحبت میکنیم، مهر فرض است، یک چیزی عادی نیست. و برای چی به زنها شریعت مهر را فرض کرده است؟ این معنیش این نیست که زن خودش را میفروشد که این گونه تهمت هم بالا اسلام میکنند. این معنیش این است که خودش نفس بشریت، یعنی انسان چنین طبیعت دارد که هر چیزی رو که با پول گران یا با خرج گران به دست آورد او را قدرش را زیادتر میداند. یعنی هر چیز که گرانتر است و قدرتر است. این مسئله در تمام عرف و عادت و طبیعت ها هست. برای اینکه مرد بداند که زن را از کوچه به خانهش نآورد، برای این زن را گرفتن پول خرج کرد، به دست خود این زن هم پول داد، باز خیلی در این بار حرکت کرد، الله فرض کرد که هر یک مرد و همسر خود به زن خود مهرش رو بدهد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم با اینکه میدونیم زاهد بودن، یعنی از دنیا چیزی نمیخواستن و در یک خانه خاکین در بریا زندگی کردن، با نان شخص زندگی کردن اکثریت عمرشون، ولی در مسئله مهر خیلی جوان مردی کردن. هر یک همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم 1 کیلو و 600 گرم یا اینکه 1.5 کیلو گویم در بعض اختلافات 1.5 کیلو نقره داشت. الان تصور کنید یک زن اگر 300 گرم نقره داشته باشد و الکی یک پول کلان در دستش است، 300 گرم داشته باشد، پیامبر برای هر یک زن خود 1.5 کیلو از نقره مهر داده بودند که این مهر تو است، بجز اینکه من هر روز زندگی تو را نگاه میکنم، بجز اینکه من خانه تو، پوشیدن تو، خوردن تو، همه اینها رو به گردن میگیرم، این پول در دست تو هست، چی کار خواهی میکنی؟ و این نمونه این است که زن را پیامبر چقدر قدر کردن. و اگر گفتیم پیامبر خیلی خاکسارانه زندگی میکردن، بعضی ها حتی میگن مگر پیامبر چقدر مهر داشته بودن که مهر میگوید پیامبر. این مسئله اتفاقی است، کسی در این باره خلاف ندارد که مهری همسران پیامبر 1 کیلو و 600 گرم نقره بود، تا اینکه همه بدانند که این زن این گونه به آسانی از لب در ندر آمد. و یا اینکه
در مسئله مهر بعضیا میگن ها گویا که زن خودش هم میفروخت است. پناه به الله و حاشا لله که این هرگز خودفروشی نیست. برای چی الله این را فرض کرد؟ برای اون که بدانند که این زن قدر و قیمت دارد و اگر مبادای فردا یا پس فردا یا پس از مدت طلاق گیرد، این زن در دست خود پسنداز خود را دارد و کسی محتاج نمی شود، می تواند برای خود خانه گیرد، اگر اجاره باشد هم یا حتی خانه خرد. در بعضی کشورها حتی مقدار مهر به مردم و شرایط مالی مردم نگاه کرده بالا هست. حتی در بعضی کشورها خانه هست و از آن هم بالاتر است، تا که زن اگر مبادا طلاق گرفت او سرپناه خودش را داشته باشد. و فرض کردن مهر در شریعت این علکه این است که زن نمیتواند بدون هیچ اکتین زندگی کند، علل خصوص زن شوهردار. زن شوهردار حتما باید مال شخصی خودش را داشته باشد تا اینکه محتاج حتی شوهرش باشد هم نشود. برای اینکه خیلی که گفتیم محتاجی به یک انسان را به جایی میرساند که بعدم فراموش میکنی که تو بنده الله هستی یا بنده یک مخلوق دیگر. و اینجا ببینید که شریعت همون مهری که فرض کرد و پیامبر با پیامبریشان 1,600 گرم نقره داده بودند. در تاجیکستان ما حالا چقدر مهر است و آیا کسی در این باره صحبت میکند یا نه؟ آیا بعضی زنهایی هستند که میگن اولین بار میشنوم که مهر کلمه هم بوده است. در ما یک کلمه بود که به گوشکی دیگ شریک میشوی یا یک انگشتری طلا خریدیم با همین کفایه همین رو هم بخش. بعضیا میگویند مولا یک دعای خواند و با همین مهر ما رو بخشیدیم. یعنی مهر چی است حتی مولا نگفته، یک دعا خوانده میرود. در حالی که اگر زنهای علاق تاجیکستان ما مهر داشته باشند، اون هم مهری که اگر مبادای خدای نکرده طلاق شود و بعد از طلاق تا 1 سال 2 سال زنک میتواند زندگیش را خودش گذرانیده تواند. این بدبختی هایی که امروز اکثریتش متاسفانه میبینیم که زنهای بیوه یا زنهای تنها مانده کرده ایستادن از بین میرفت. برای آنکه خیلی که گفته ایستادم زیاد خواهرایی که خیلی از شرایط‌های پست انسانی صحبت میکنن، میگوین چیکار کنم که شوهر من وفات کرده است، چیکار کنم که زن مطلقه هستم و کودک میده دارم، و یا اینکه در خانه پدر و مادر و من جایی نبود که من به این شرایط دچار شدم. ولی از مهر صحبت نیست. در کجای میروید درباره اینکه زنک چیکار کند داخل جنت میشود، زنک باید از این کند و از آن کند و این زنهایی هستند که داخل جنت نمیشوند. برای ببخش درباره مردهایی که بالای آنها الله فرض کرده است، مثل نماز فرض کرده است که مهر زن را بده. و البته هر یک کشور هر یک عرف و عادت مهر خود را دارد و میشود که زن زیادتر طلب کند. چرا این مسئله را کنار گذاشتیم و در این باره صحبت رود گویا که از فروختن صحبت می رود؟ حاشا لله که این فروختن نیست، این یک قدردانی زن هست. و خیلی که گفتم اگر قانونی یک مهر معینی اون هم با مقدار زیادتر اگر معین میشد، میدیدیم که زنهای ما اینقدر بیچاره و افکار امروز نمیشدن. مسئله دیگر عجیبش مسئله نفقه هست. الله در قرآن میگوید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. وقتی که همسر شما یعنی همسر شماست و تولد کرد تولد نکرد، شوهر باید لباس، خوراکواری، جای خانه رو تامین کند. خوردن همسرت، پوشیدن همسرت، جای زیست همسرت و گردن تو هست. لا یکلف الله نفسا الا ما اتاها. هرگز الله یگان مردی رو یگان زنی رو هیچ کسی رو از آن که داده است از آن بیشتر به چیز طلب نمی کند. الله ظلم را برای خود حرام کرده است. به شرایط خود نگاه کرده تو باید شکم همسرت رو سیر کنی، به شرایط خود نگاه کرده او رو بپوشانی، به شرایط خود نگاه کرده او رو به جای زیست تامین کنی. و امروز خواهرهایی هستن که میگویند شوهر من میگوید تو درآمد خود را داری و تو دولت کمک میکند، یا اینکه تو درآمد خود را داری چون خودت کم کم کار میکنی، با من درباره نخوردن صحبت کن، نه پوشیدن صحبت کن. یعنی همش باید خودت کنی. و یا اینکه بعضی خواهرها علاوه خصوص خواهرکایی که همسر دوم یا سوم هستند میگویند شرط ما در نکاح این بود که با من شوهرم شرط مانده بود که از اینکه تو زن دوم شده ایستاده ای، من به تو در مسئله تامین خانه و تامین لباس یا تامین حتی خوراک هم شریک نیستم، من فقط همسر تو هستم، نامکی یعنی همسر. در حالی که وقتی الله میگوید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، اینجا فرق نمی کند زن بایست یا قنبغل.
زن ثروت دارد ندارد، شرایط دارد ندارد، فرض تو همچون یک مرد این است که بیپوشانی بخورانی. خیلی پولی که از او می آید چی می شود؟ او دیگر زنک به خود زنک وابسته، او می تواند از پولش به تو دهد، او می تواند به فرزندویش پسنداز کند، او می تواند پول خودش را برای روز مبادا پنهان کند و جای گذارد. در اینجا شریعت در یگان جا نگفته است که زنی که شرایط خوب دارد، خودش درآمد دارد، پوشیدن و خوردن و جای زیستش و خودش هست، شوهر به این هیچ رابطه ندارد. در این مسئله یگان نمود بهانه یافته نمیتوانیم برای آنکه مرد از اینکه زن گرفت و علک یک زن را به عهده خود گرفت، او عهده‌دار است، بالای او فرض است که پوشیدن و خورانیدن و جای زیست را تامین کند و در وقت نکاح هیچ مرد حق ندارد که این شرط ها را گذارد که من تو را یا نمیخورانم یا نمیپوشانم یا اینکه جای زیست تو به من رابطه ندارد. البته جای زیست وقتی میگویم خانه خرید نه، به شرایطش نگاه کرده، شرایط داشته باشد میخرد، شرایط نداشته باشد اجاره میگیرد. و حتی پس از طلاق در ما به عرف ما نگاه کنید، زنکی که طلاق میگیرد الکی او از همه چیز محروم است، از همان مهری که حتی فرض است از آنها محرومش میکنن، از خانه و دری شوهر محرومش میکنن، دیگر به کوچه اسبابهایش رو میریزند و میگویند چهار طرفی تو قبله است، هر کجا میروی برو. در حالی که در نزد تمام علما برای مرد فرض است که وقت زنی حامله‌دار خود را طلاق داد تا تولد کردن کودک باید به اون زن نفقه کند، یعنی خورانیدن و پوشانیدن و جای زیست اون زنش را اگرچه سیم طلاق باشد هم مهیا کند. و این کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. آیت قرآن کریم است. اگر همسری که شما طلاق دادید حامله باشد تا تولد کردن شما به او نفقه کنید، تا این وقت شرایط او را مهیا کنید. اگر طلاق یکم و یا دوم باشد، یعنی یکم بار طلاق داد یا دوم بار طلاق سوم نباشد، هم تا وقت عده زن گذشتن نباید شوهر او را از خانه بیرون کند. یعنی متعه میگویند به معنای اینکه شرایط زن طلاق داده را، البته طلاق سوم نه یکم و دوم باشد، تو فرض است که در خانه اد یا در جای زیستت که در آنجا زندگی میکنی باید همسر خود را از خانه نرانیده شرایط او را کاملا مهیا کنی. ولی اینجا مسئله زنهای بیچاره ما نه از طرف دولت یگون برایشان حقوقی هست که پس از طلاق گرفتن باید صاحب این یا اون شوند، نه در شریعت قانونی که الله گذاشته است کسی به سمع آنها رسانیده است. همیشه میشنویم درباره بعضی مسئله که الکی دیگر حفظ شده، اما مسئله هایی که اوید بالا بردن قدر زن و یا حقوق زن هست کسی از آن صحبت نمی کند، برای آنکه بعضی ها به خودشان هم، به عائله خودشان هم، به شخصیت خودشان هم این چیزها منفعت ندارد و اینکه من باید از خانه خود اول شروع کنم سبب می شود که این مسئله ها پنهان بماند. و حتی در مسئله شیر دادن، زنی که طلاق داده اگر کودکت رو شیر میدهد تو باید به او پول بدهی. فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن. در سوره بقره آیت است که اگر به کودکای شما پس از طلاق زنهایتان شیر داد و آنها حقشون رو دهید. آنها شیر میدهند و یک زن وقتی شیر میدهد و دیگر از جسم خود میدهد، زن باید در این خوشرو بخورد و به خودش نگاه کند. و درباره پس از طلاق اگر زن جدا شود، اون کودکان را تا بزرگ کردن باید مرد و او حق حضانه میگویند حق نگاه و بین کودک را دهد. هم مسئله تقریبا اتفاقی است که اکثریت علما میگویند زن که حتما در اینجا وظیفه دار شده ایستاده است که باید کودکای را بزرگ کند، شوهر باید اگرچه طلاق داده باشد هم مادامی که زنش دیگر شوهر نکرد زندگی او را باید نگاه و بین کند، چون آن زن هست که فرزندان را نگاه و بین کرده ایستاده است. ولی این رو میبینیم که زنهایی که طلاق میگیرند با یک تلفن طلاقت را دادم دیگر مسئله تمام. برای کودک ها کمک میکنی؟ نه کمک نمیکنم. برای خود من یعنی مهر من کجا شد؟ این همه سال در خدمتی بودم، از قدردانی من کجا شد؟ اینها همش دیگر زیر خاک، نه قانون نه کسی نه چیزی از این صحبت میکند. و اگر تصور کنیم که یک زن مطلقه در تاجیکستان، فقط تصور کنیم عزیزان،
پس از طلاق گرفتن هم مهر خودش را داشته باشد و هم شوهرش از نگاه اسلام برای اینکه کودکان با او هستند حق کودکان را بدهد و هم حق خود زن را بدهد که تو به کودکان من نگاه میکنی، این حق نگاه و بینت هست. زن به چی چیز محتاج می شود؟ زن را چی وادار می کند که کودکان را گذارد به خانه همسایه و به روسیه آید؟ زن را چی چیز مجبورش می کند که به یک نامرد زن دوم، سوم، چهارم، حتی پنجم شود تا که هر روز به خانه او خوراکواری بیاورد؟ هیچ چیز مجبور نمی کند. زن الکی میگوید الحمدلله من پولم را دارم، شرایطم را دارم و ناموس خودش را هم حفظ می کند. و از اینکه نه این است و نه آن است، زنها اکثریتی که طلاق گرفتن دیگر در کوچه ماندند و برای آینده خود هیچ چیزی نمی بینند و هیچ تین پسنداز ندارند. میگویند اکنون من چیکار کنم، از کجا شروع کنم؟ و اولین راهی که حتی راه گناه و معصیت باشد و چهرهشان باز می شود، دیگر می روند از پی آن راه. و مسئله دیگر، مسئله که حتی فرض است ولیکن ما خیلی نادیده می گیریم از حقوقهای زن، این مسئله میراث است. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. الله در سوره نساء میگوید هر یک مرد از آن چیزی که پدر و مادرش میراث گذاشت از آن حق دارد و این چنین هر یک زن هم از آن چیزی که پدر و مادرش ترک کرد از آن حق ارث دارد، حق میراثگیری دارد. کم باشد هم زیاد باشد، هر چی ترک کرد پدر و مادر، هم پسر هم دختر از آن حق دارند. نصیب مفروضه، این حق عادی نیست، این فرض است. این نصیبی هست که فرض است و به این مسئله همچون یک فریضه، همچون یک حتمیت باید نگاه کنید. و وقتی به آیت‌های میراث نگاه میکنیم، اینجا فقط میراث از پدر و مادر نه، زن از شوهر خود هم میراث میگیرد، 4 یا 8. زن از برادر و خواهر خود هم میراث میگیرد اگر آنها فرزند نداشته باشند. این چنین زن از فرزند خود هم میراث میگیرد، زن از پدر و مادر خود هم میراث میگیرد. و فقط اگر میراث پدر و مادر چگونه که در قرآن ذکر شده است به زن و دخترک برسد، اکثریت زنهای تاجیکستان ما حتی به یک در خانه باشد هم صاحب میشوند، حتی به یک در خانه باشد هم صاحب میشوند و در یگان روزهای مبادا از اینجا به اونجا نگو و همان یک در خانه حلال خود میروند. ولی در ما این مسئله کاملا پوشیده است و از میراث کسی حرف نمیزند و حتی نفرانی هستند که اهل علم هستند، منسوب به علم هستند و میدانند که میراثی که آنها الان دارند و زندگی میکنند آنها حق خواهرشان هست، حق خواهر دیگرشان هست، حق برادر دیگرشان هست. دم نمیزنند که گویا که برایشان وحی شده است که نه، میراث برای تو قانونهایش جاری نیست، تو چی کار خواهی با این بکن. برادرهایی هستند که پس از پدر و مادر خود صاحب 3 خانه هستند در حالی که خواهرشان اجاره نشین است یا اینکه خواهرشان در یک خانه‌چه با شوهرش زندگی میکند و میدانند که این خواهر محتاج جای زیست است و از همان 3 خانه اگر تصور کنید یک پسر و یک دختر باشد، 3 خانه میراث مانده باشد، 2 خانه به پسر است، 1 خانه به دختر است. للذکر مثل حظ الانثیین، برای هر یک زن مرد 2 برابر میگیرد، زن 1 برابر میگیرد. و خواهرها این گونه خواهرها زیاد هستند، این گونه برادرها هم زیاد هستند و اکثریت خواهرکای بیچاره علل خصوص در حالت‌هایی که مثلا خود در هر یک خانه جنگ و جنجال می شود، در هر یک خانه بعضی روزهای سیاه می شود و کجا رفتن خود را نمیدونند پس از مرگ پدر و مادر. وقتی که پدر و مادر زنده هست در حالت‌هایی که خیلی روزا منسیاه شد، دیگر دویده به دامان مادر می رویم یا به آغوش پدر می رویم که من خیلی در حالت وضعی قرار دارم، با من باشید. اما وقتی پدر و مادر رفت، حتی به خانه پدر و مادر هم برای رفتن هراس دارید، برای اون که الکی اون خانه گویا از آن عروس شده است، ببخشید الکی گویا که به عروس میراث ماند. ما میگوییم که از آن پسر، لیکن الکی خصوصا عروس های خرده و محض آن که نامشان عروس خرده شد، آنها الکی در ذهن خود این چیز را جاری کردند و قبول کردند که خانه همش از آن من میراثگیر اصلی هستم. میراثگیر اصلی عرفی است، اما از روی شریعت میراث باید به صاحبانش برسد. آره ما می توانیم بگوییم که اگر از حقش دختر گذشت، حق حلالی برادر است. این هم می شود که همه راضی شوند که خورده تو با پدر و مادر زیاد بودیم، ما از تمام حقمان گذشتیم.
اما حالتهای زیادی هست که کلانی ها راضی نمیشوند، میگویند چگونه که تو خرج میکردی به پدر و مادر خرج کردیم ما، چگونه که تو به این خانه و در خرج کردیم ما هم برای ساختن این خانه و حولی ها کمک کردیم. و اگرچه در اینجا در ساخت خانه و چیز زن ها شریک نباشند، همچون مالی پدر است یا مال مادر است، الکی زن از روی شریعت مثل حظ الانثیین دیگر باید که میراث خودش را، اینکه مرد 2 قسم گیرد زن 1 قسم بگیرد. و از روی قانون در بعضی از کشورها مثلا در مصر حتی مسیحیت، یعنی آنهایی که مسیحی هستند راضی هستند که میراثشان از طریق شریعت تقسیم شود. و میبینید که هر یک دختر، تقریبا هر یک دختره که پدر و مادرش فوت کرد میگوید که برادرم میراث را پولش را به من داد، گفت این خانه را ما باید تقسیم کنیم، 2 به من 1 به تو، ولی بیا همه این خانه رو من بگیرم، سهم تو رو من با پول میدهم. و میگوید من راضی هستم که پول خوب گرفتم و حتی یک خانه میده تر خریدم. یا بعضی ها میگویند که هنوز میراث ما تقسیم نشده است اما سهم من هم در آنجا هست. یعنی الکی دخترها یک روحیه دارن که ما چیز داریم، ما صاحب چیز میشویم، ولی که در ما این چیز تماما وجود ندارد. و حتی پدر و مادر را هم نمیشنوید که بگوید که وصیت کند که فرزندم چگونه که تو حق داری، دخترک هم حق دارد. علل خصوص پدرهایی که ثروتمند هستند، سالها تجارت کردند، نباید این گونه به انصافی کنیم برای اون که تقسیم میراث به گردن انسانیت. نه، تقسیم میراث رو الله خودش تقسیم کرد، اون هم با عدل و با عدالتش، تو که کسی به کسی ظلم نکند. و اگر همون مقداری که شریعت داده است برای زنها مسلمان های ما در تاجیکستان بدهند، بدانید که هیچ زنی نه محتاج خانه می شود، نه محتاج یک پاره حولیه می شود، نه محتاج یک نامرد می شود که اگر مبادا شوهرش مرد و یا طلاقش داد من به تو خانه خریده می دهم. گویان سالها از او استفاده می کند و در آخر با دستان خالی او را میراند. و اینجا مسئله دیگر در صحیح بخاری هم در این باره آمدگی هست. زبیر ابن عوام حواری پیامبر صلی الله علیه و سلم، همسر اسماء دختری ابوبکر، پیش از اینکه وفات کنند و فرزندانشان میگویند که فرزندانم من در جای خانه دارم و همون خانه خود را وقف میکنم و وقف یک مالی هست که از نه اون رو فروخته می شود نه به کسی هدیه داده می شود، از وی فقط استفاده می کنند و اساسا استفادهش برای راه ثواب است. برای می مسجد رو وقت می کنند، کتاب خریده وقت می کنند، یگان باغ رو وقت می کنند. در مکه و مدینه زیادی مهمان خانه ها رو وقف میکنن که حاجی ها در آنجا بی پول خوب میروند و حج میکنن، ثوابش به کسی وقف کرده میرسد. و زبیر ابن عوام میگویند من خانم رو وقف میکنم، اما به کی کسی؟ به دخترانم و نبیره هایم و عبیره هایم که مبادای طلاق بگیرند و یا اینکه قسمت شود و شوهرشان بمیرد و یا به شوهر باشند. هر دختری که نبیره من هست، عبیره من هست، بعد از آن یعنی نسل من نسل به نسل هست، هر یکی آن اگر به شوهر ماند، شوهر ندارد، در همون خانه زندگی کند و باغ دارد از میوه هایش بخورد و کسی حق ندارد که آن خانه را بفروشد و یا به کسی بدهد. به آن دخترک ها ضرر نکنید. یعنی در عائله زبیر ابن عوام یک خانه بزرگی بود که اگر دخترک به شوهر میموند و یا دخترک تنها میموند و یا دخترک محتاج خانه میشد، می آمد و چقدر خواهد، حتی 20 سال و 30 سال خواهد در آنجا زندگی میکرد. بعد از اینکه شرایطش خوب شد، همسردار شد، میرفت. اگر همسردار نبود تا آخر عمرش هم مدامی که خانه ندارد در آنجا زندگی میکرد. این وقفی زبیر ابن عوام برای دخترکانشان بود. اگرچه یگان دختر مطلقه نداشتند، ولی زبیر ابن عوام علکی فکر کردن که باید این چیز رو من کرده باشم که مبادای به همین روز یگان دختری من، یگان نبیره من روبرو شود و دیگر تنها بماند و جای برای رفتن نداشته باشد. و امروزها اگر یک در خانه‌چه رو پدر و مادرهای فقط یک در خانه رو اگر گویند که دخترچه اگر یک در خانه رو اگر گویند که مبادای یگان خواهر تو یا یگان حتی نبیره های من به شوهر ماندن
بیایند در اینجا زندگی کنند و کسی به آنها کاردار نشود این خانه از آن شما است، این خانه به خاطر فقط فلانی ها، یعنی ما باغ های کلان داریم، حوله های وسیع داریم، در کنج آن یک درک خانه‌چه باشد، میبینیم که چقدر مشکلی اکثریت خواهرها، حتی خواهرایی که بعضا قهر میروند لیکن باز برمیگردن آسان‌تر میشود. ولی این مسئله هم نه در عرف ما هست نه در قانون ما هست. مسئله هایی که در شریعت داریم عزیزان، اگر به این قانون ها ما پایبند باشیم، چه قانون میراث، چه قانون مهر، چه قانون همان وقتی که اولین بار صحابه زبیر ابن عوام کرده بودند، میبینید که خواهرکان ما از کوچه ها جمع میشوند. خواهرکان ما حتی یک تا بام دارند زیرشان بالایشان که آنها را از برف و باران نجات میدهد. ولی این عرف ظالمانه ما، عرفی که در تاجیکستان داریم، میبینید که زنها به هیچ چیز صاحب نیستند. یک زن نه مهر دارد نه میراث دارد، حتی زنی که پولکار میکنه بعضش نفقه هم ندارد و برای یک زن هرگز وصیتی هم نشده است که مبادا من رفتم به این زن این گونه یا این گونه معامله کنید و میبینید که از چه چیز کم قدرتر هستند، به حرمتتر هستند، علل خصوص به شوهر بمانند و یا شوهر زودتر آنها را ترک کرد و شوهر وفات کرد، میبینید که به قدرتر از زن چیز دیگری رو پیدا نمی کنیم. هر کی هم باشد، مادر هم باشد، خواهر هم باشد، چی هم که دختر هم باشد، میبینید که بیچاره و حیران است و کجا رود و کی پناه برد و اولین مردی که سراغش آمد که زن دوم، سوم، چهارم، حتی پنجم، ششم هم بوده است، من به تو خانه میخرم و یا شرایطت را مهیا میکنم، دیگر روز شبان به نزد او میرود. برای همین اگر قانون‌های شریعت و عدالت شریعت رعایت کرده شود، چقدر ظلم از بین می‌رفت و اگر این ظلم جامعه یا ظلم عادت و عرفایی که ما داریم اگر برداشته میشد، می‌دیدیم که چقدر زن‌های ما به جای این خواری‌هایی که می‌کشند تاج سر می‌شدند. با امید آنکه این برنامه‌ها به یک ما یک درس باشد و آغاز تغییرات در زندگیمون، در عائله خودمون باشد و با امید که هر مادری که مرا میشنوند و هر پدر بزرگی که مرا میشنوند در فکر دخترکشان هم باشد که با زیادی درباره پسر فکر میکنند که چیکار کنم که آیندهش چی میشود. با امید که در فکر دخترک ها هم باشند و گویند که دخترک من چیکار میکرده باشد، برای او هم باید یک پسنداز کنیم، برای او هم باید یک میراث جدا شود، برای او هم یک فکر باشد. شما را به الله یگانه میسپارم تا برنامه‌های دیگر در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.